خود کم بینی توهم ذهنته. یک سری افکاری داری مثل این فکرها که من به اندازه کافی باهوش نیستم، من به اندازه کافی زیبا نیستم. این افکار هستن که باعث شدن حست نسبت به خودت بد بشه و حس خود کم بینی داشته باشی. ولی باید بهت بگم که اینها فقط یه سری افکار هستن که توسط یه سری آدم‌ها در جهان آزاد شدن و تو فقط باید به این افکار آگاه بشی و به یاد بیاری که اینا دروغای ذهنت هستن، حقیقت ندارن، توهمن، باورشون نکنی. افکارت رو باور نکن، دروغهای ذهنت رو باور نکن، اونا توهمن، حقیقت ندارن. تو به خاطر اینکه افکار منفیت رو باور میکنی و خودت رو با نتایجت یکی میکنی احساس خود کم بینی داری و طبیعیه، برای هر کسی ممکنه پیش بیاد. بزرگ فکر کن، خودت رو ارزشمند ببین. من همین جور که هستم ارزشمندم. چرا؟ به خاطر اینکه روح خدایی دارم.